سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام آموزش بستن مچ‌ها و انگشت‌ها رو تیپ کردنش رو بهتون یاد بدم. چیزی که توی دایرکت‌ها و پیام‌ها از من زیاد پرسیدید. بچه‌ها چسبایی که استفاده می‌کنید چسبای لوکوپلاسته یا چسبایی به اسم حالا عامیانش چسبای پارچه‌ایه که از داروخونه میتونید راحت تهیه بکنید. همه داروخونه‌ها دارن. برای انگشت‌ها معمولاً از این استفاده می‌کنیم، از 2.5 سانتی‌ها. برای مچ‌های دست تیپ کردن مچ‌ها از 5 سانتی‌ها. این چیه؟ این آندر تیپه. این یه حالت اسفنجی داره و زیر چسب میزنیم اینو به این صورت. ببینید که وقتی که دست ترق میکنه چسبا وا نره. اول اینجا مفصل مچ دست یه دور جوری که خون رد و بدل بشه بچه‌ها، خیلی سفت نه، در همین که این حمایتش رو داشته باشه. یه دونه دیگه هم برای حمایت همون پشت سرش میبندیم. این از تیپ مچ. ببینید مچ اگر برگرده تو ضربه و فشار این حمایت کننده است، نمیذاره. معمولا دروازه‌بانا تجربهش رو دارید. بچه‌ها برای انگشت باز از همین چسبای 2.5 سانتی با خیلی سعی کنید راحت کنده میشه. خب اولین انگشتی که من میبندم معمولا چیزی که حالا توی دست آسیب میبینه، ببینید اولین انگشتی که هیچ حمایتی نداره، وقتی که توپ بگیره چون از این نایه یا به بازیکن یا به زمین این توپ، این انگشت هیچ حمایتی نداره. اولین انگشت میایم انتهای این انگشت به این صورت میندازیم، یه دور میپیچونیم، دور اول دور انگشت میره، بعد میایم مفصل بالایی، این مفصل وسطی اصله، این مفصل بالایی رو خیلی نمیبینید. این درس مثل مچ دست فقط میایم حمایتش میکنیم چون این مفصل بالاییمون قابلیت انعطافش بالاست. سرپنجه رو خالی بذارید که بتونید توپو لمس بکنید. اینو واسه توپ گرفتن است که انگشت این انعطافش رو داشته باشه. انگشت بعدی معمولا ببینید ما اگه توپ به سرپنجه هامون بخوره این انگشت اولین آسیب رو میبینه. ببینید توپ وقتی که میزنیم سرپنجه همون بگیره بره این اولین انگشت آسیب میبینه. در نتیجه من پیشنهاد میکنم 2 تا انگشت اول این 2 تا فیکس بشه. به همین صورت انتها دوباره میچرخونیم آروم، خیلی با زاویه خیلی کم میایم، باز دوباره روی مفصل آخری. قبل اینکه مفصل آخری بپوشونیم برمیگردیم رو به پایین که سرپنجه‌مون خالی بمونه که بتونیم توپو لمس کنیم، گیرایی توپمون بالا. ببینید تو این حالت انگشتا بازی خودش رو هم داره. حالا بعضی سوال میپرسن که چرا آقا بعضی همه انگشتاشون رو میبندن. ببینید اونا تو طی تمرینا آسیب دیدن، باعث میشه مثلا یکی میاد مچشو از شست تیپ میکنه، میکشه میاد رو شستشو میپیچه دور مچشو کلا، چون دستکش نمیپوشیم آسیبا زیاد میشه. حالا این مچ دستم هم آندرشو واسهتون میزنم. بچه‌ها سعی کنید راحت خودتونم انجام بدید. از این ور بگیرید بچرخونید، تموم شد. خیلی کار سختی نیست، تموم شده رفت. این به این حالت، باز دوباره چسب، یه دور، خیلی سفت نمیچرخونیم برای حمایتش، میاد دوباره رو همینجا. اینم باز دوباره به همین شکل میام. مچم دیگه حمایت رو داره. این استخونی هم که اینجا کنار مچمون هست، این استخونها حمایت میشه، اینا هم آسیب نمیبینه تو ضربه و تو شیجه به بغلها. یه نکته دیگه هم بگم بچه‌ها، میتونیم از همین چسب 5 سانتی همه کارمون هم بکنیم. من با یه چسب 5 سانتی که باز بکنم، خب 2 تا انگشتامو تیپ میکنم، به جای اینکه اگرم اینو نداشتم از همین با یه دونه چسب 5 سانتی کارم انجام بدم. این چسبو خودم تقسیم بر 3 میکنم، 1/3 رو میکنم. برای انگشت کوچیکه، انگشت کوچیکه رو 2 دفعه دورش میچرخونم. اینم باز دقت کنید بچه‌ها، صفر نپیچونید که خون تو دستتون تو انگشتاتون جریان داشته باشه. به این شکل. اینی که بیشتر مونده رو میام روی انگشت بزرگم میزنم.
که دیگه تو تقسیم بندی چسبم راحت باشم. باز به همون شکل سرپنجه خالی میمونه برای گرفتن توپ. حالا هر کی هر سوالی هر چیزی هم داشت تو کامنت برای من بنویسه، جوابش رو بهش میدم. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید، برای دوستاتون بفرستید، برای دروازه‌بان‌ها بفرستید، اونایی که نمیدونن، حتی ورزش‌های توپی، کسایی که والیبال بازی میکنن، کسایی که هندبال بازی میکنن، دروازه‌بان‌های هندبال، کسایی که میدونید این به دردشون میخوره براشون بفرستید. پیج ما رو هم حمایت کنید. امیدوارم که همتون تنتون سالم باشه. خدا نگهدار.